سلام، امروز اومدم به تمام شک و شبههاتون راجع به این پاک‌کنای 3D کوچولو که همیشه فکر می‌کنید فقط ظاهر خوشگلی داره پایان بدم. بریم ببینیم پاک‌کنندگیش چطوریه. اول ببینم، من عاشق بنفششم. براتون این رنگو تست می‌کنم. یه مداد برمی‌داریم. خیلی هم دارم سفت می‌نویسم. با هم تست کنیم ببینیم خوب پاک می‌کنه یا نه. کجاش بکنم؟ دلم نمیاد. همینطوری که می‌بینی مثل یه پاک‌کن معمولی داره پاک میکنه، ولی من بگم خیلی سفت کشیدم. یه ذره آروم‌تر بکشیم چجوری پاک میکنه. کاملا خوب پاک میکنه. اگه یه رده‌ای گذاشتیم بخاطر اینکه خیلی سفت فشار دادم ولی هیچ رده‌ای نمونده. پس نتیجه میگیریم پاک‌کنای فانتزی که اینجوری کوچولو و 3D خوب پاک میکنن. اینقدر نگیم اینا خوب پاک نمیکنن. مناسب جوایزن. رنگای خوشگل هم داره.